مشاهدینان گرامی رقابت آخرین در نروسنجی های امروز رقابت سهراب باقیف با رقیبش از کشور ازبکستان و اوتابک حسنوف است که منظوری ما و شما میگردد. تلاش های هر دو آغاز می‌یابد و سهراب باقیف پهلوان از سلاله باقیف ها یک حرکت خوبی را سازمان داد. کوششش هم بسیار با مورد بود ولی نتیجه آور نشد. به هر صورت چون این حرکت ها را باید سهراب ادامه دهد چون اوتابک هم یکی از رقیبان ارزنده است و در برابر چنین رقیبان با دست آوردن امتیاز بسیار برای پهلوانان ما مشکل می شود. حرکت از جانب اوتابک حسنوف بود. حرکت ها رو ادامه می دهند هم سهراب و هم اوتابک محض برای پیروزی روی گلیم آمدند و تلاش‌هایشان تا این لحظه ها خوب است و اینجا برای سهراب تنبیه نشان می‌دهد داور ایرانی و رقابت ادامه می‌یابد. در سال 2024 سهراب نتیجه های نسبتاً ارزنده را مال خود کرده بود. برنده نشان نقره در چمپیونات تاجیکستان آید به کورش، برنده نشان نقره در چمپیونات تاجیکستان آید به گشتینگیری، غالب مسابقه عنعنوی در ناحیه دنقره و چندین مسابقه های دیگر. هنر ارزنده سهراب را ما بارها شاهد گشته ایم و اینجا او را میباید که از هنری داشتهش استفاده برد و طبع مخلصان را شاد گرداند. از تالار هم صدا بلند کرده می شود که باید سهراب پای انجام دادن اصول ها شود. اینجا رستم باقیف پدر سهراب نشسته است و از نیروسنجی فرزندش دیدن میکند. سهراب را میباید که نزد پدر باید فوق‌العاده هنرنمایی کند و غالب گردد. خوب بود حرکت سهراب، سر زانو نشسته پای انجام دادن اصول گشت ولی رقیب هم از حرکت یا حمله های سهراب خود را دفاع کرده توانست. از کمربند یا اوتابک خوب داشته است سهراب و اینجا داور اشاره میکند که ایستید. دقیقه آخری آزمایی است و سهراب باید تلاش کند که حداقل یک امتیاز را صاحب شود. اوتابک هم برای انجام دادن اصول یک حرکت را انجام داد ولی سهراب برایش نگذاشت. برای اوتابک هم اینجا تنبیه نشان میدهد داور و نه همان حرکت ها و اجرایش اصول هایی که پای در هم سهراب انجام داد بسیار خوب است که اینجا نتیجه داد و برای رقیب هم اینجا
танбih нишон додан ва як партофти ҷолибу дидани Суҳроб Боқиёв ки ҳамаро дар ин ҷо хушнуд гардонид ва пирӯзиро моли худ кард. Бисёр победу в главном событии вечера. арзанда Зеленой куртки нарнамоӣ из кард Таджикистана Суҳроб Боқиёв. Суҳроб Бокиев. аҳсан бачо.